دوستان حقیقتا بنده گشادیم میشه که سانسور بکنم چون خیلی فحش زیاد داره. لطفا خودتون حواستون به خودتون باشه دیگه، چون من هیچ کسی رو ساپورت نمی کنم. مرسی. مهدی بیا. کس میگه دوستان، شما بزرگی خودتون ببخشید. بگردم کیر بگرد کیر من سکسول چرخی. سلام ستون عشق هستید، تاج شمارش منم کاج. خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل صدام.اس. اول از همه که خواستم عذرخواهی بکنم از همتون که توی این مدت نبودم. خب به دلیل امتحانات بالاخره من نتونستم توی یوتیوب فعالیت زیادی داشته باشم، ولی همونطور که قول داده بودم الان فصل تعطیلی شروع شده، تابستون، و من توی این تابستون قرار ویدیو زیاد بذارم و ایده های جدیدی هم دارم و میخوام کلی ویدیو چه بوی میاد خورش واقعا. خلاصه که آقا اول از هر چیزی بگم که اگه چنل رو ساب نکنین حتما ساب بکنین و این ویدیو هم لایک بکنین. چرا که این ویدیویی که قرار من به شما نشون بدم توش اتفاقی خیلی بدی برای ما افتاد. دوستای گلم میگم به بزرگی خودتون این توپاقایی که بنده میزنم و اصلا به دل نگیرید و لطفا فراموش بکنید دیگه. بالاخره چند وقت ویدیو نگرفتم، عادیه که یکم برینم که دارم میرینم. دمتونم گرم که تحمل میکنید. من به شخص مونوپادم شکست که الان دارم باش فیلم میگیرم چسب خورده و به خاطر همین دیگه نمیتونم باهاش از بیرون ولاگ بگیرم. ولی خب خدا رو شکر توی اون ویدیو وقتی مونوپادم شکست، مونوپاد پوریا جان بود و تونستیم با مونوپاد پوریا ادامه فیلم رو خیلی قشنگ ضبط بکنیم. توی این ویدیو هم مونوپادم شکست، هم ترمز چرخم، ترمزای چرخ من و ترمزای چرخ یک مهدی نامی هست که حالا تو ویدیو میاد، یکی دیگه از دوستای بنده و پوریا هستش. دوستان این مهدی سلطان چرخ سواریه و تو این ویدیو نقش راهبر رو داشت برای ما که جاهای خطرناکی که قبلا خودش رفته بود و بیاد به ما نشون بده. پس ما رو برد تا ما هم بریم. ترمز اونم خراب شد. پوریا هیچ اتفاقی براش نیفتاد که تو ویدیو میگم وجودشو نداشتی. چرخمونو تو این ویدیو از ارتفاع خیلی بلند پرت میکنم و براتون 1 2 تا 3 تا فکر کنم 3 تا آیتم جذاب داریم که از زوایای مختلف فیلم گرفتیم و این 3 تا آیتم بسیار ترسناک بودن و ما با چرخ رفتیم اینجا رو امتحان کردیم و از جون خودمون مایه گذاشتیم که حالا خدا رو شکر صدماتی ندیدیم به جز خسارت‌های مالی، جانی نبود و خدا رو شکر میکنم که من سالم آمد. بگذاریم آقا از این چیزا. این ویدیو رو پس حتما لایک بکنین که سر این ویدیو کلی پول از دست من رفت که مونوپاد از بین رفت و ترمز چرخم به فنا رفت و دنده چرخم اون بالاش الان باز و بسته میشه، در صورتی که نباید باز و بسته میشه. پس این ویدیو رو آقا لایک بکنین که خیلی به من کمک میکنه و باعث میشه که من دوباره از این ویدیو بسازم. دوباره من خسارت به خودم میزنم ولی خب در عوض شما مخاطبای من میتونین بهترین ویدیوها رو ببینین، بهترین ویدیویی که از من از پسش برمیام ریدم، که بهترین ویدیویی که من از پسش برمیام و براتون میذارم تو این چنل. خلاصه که عشق هستید و تاج شماریشه منم کاج. این ویدیو رو بریم با هم دیگه ببینیم و هم شما کیف بکنین هم من. خار ادیتشو گاییدم باز باید کلی ادیت بزن. تو کن مادر تو میگم بچ محل رو بستم به صدا شهر خودم تو مسکن مهر میبرنت کت بسته چون آینده این کوچه ها دست بنده به ملا میگه و بیستا من میرم تو اینستا موسیقا رو ریلزا زیاد رمیکسا ادیتا با پیکسا بیوتی یا میکاپ بوده پیزا رش شهرداری استوری زیر میرزا چون ساختم حلاله و شده هیت آن میگم میاد که یا دارن فیت بام منم هنو کیت پیشنهاد. سلام ستون عشق هستید و تاج شمارش منم کاج. خوش اومدید به ویدیو جدید از داشتون صدام.اس. سلام برای چطوری؟ منم ویدیو میدم اومدم مهمون ویدیو ای شدم. اونم که میبینی که الان
خندی دارم چونیه بیتیکونیه همون که گفتیم با کی اینجوریه. تیکه کلام بزرگوار آقا میتی مونه که جنبش پایینه، هرچی بهش میگه با کی. و مهمون امروز ویدیومونه. بریم سراغ ویدیو. آرسی موضوعش چی بود اصلا امروز؟ دیوانه ما هیچی توضیح ندیم. ایوان آری کلا یا شب نقل ویدیو ما اصلا ویدیو داره روال میشه. ویدیو خودش خود روال. بله آقا ببین چیرکافو نگاه کن، رد چیرکافو نگاه کن. اگه می‌خواستیم بیام بجای آقا موضوع این ویدیو خفه شد. موضوع این ویدیو اینه که قراره بریم. آقا نگاه اینجا هر کی بخندم گیه داری نگاه. آره سرایی نمیخوام. آره زایگون. خب ببین موضوع این ویدیو اینه که با اینکه الان ویدیو امین من دارم میگم، موضوع این ویدیو اینه که قراره جای خطرناک بریم موضوع شرخه. آره میخوایم جای خطرناک بریم. خار گوشی هم گاییده میشه. آره چرخمونم به گا میره. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بده من بگیرم که خار گو خوردی. چرخم کاندومم داره. یا سر چپ من. بریم به چپ پوریا. بیاین به چپم. همتون به چپم اینجا. خندیدی. نه خندیدی گیرم. آقا شما قضاوت کنید، من خندیدم. ادیسون خودم هم خارشو گاییدم. خودتو گویدم. پوریا جان، ما که پیش بینی نکرده بودیم ما اینجا ویدیو چک داریم، پس الان میزنیم عقب‌تر تا بیننده هم ببینن که تو خندیدی. پوریا گی تو کامنت ها فراموش نشه. بیاید نزدیکتر ببینن بچه‌ها. خارکو خندیدی. نه تو رو نمیگم، اینو میگم احمد. از بچه‌هامون 20 تا باز دیده. رکوردم 40 تا باز دیده بیاقوله. رکورد من 80 تا. خرج گاید. هم رکورد ویدیو بلند دست منه، هم رکورد ویدیو کوتاه. بکیرم. جان از داشتات صحبت کنه، از خواستات ننمدنی کن بدهش. اختصاصی کانال ریمیکس ها PK Remix. Compton 021 boys in the hood. Every day my life is smoking the good. Every day my heart pain for giving truth. Second of legend, the good in the good. Compton 021 boys in the hood. Every day my life is smoking the good. بچه‌های پایان علی ترکی. Every day my heart pain for giving truth. Second of legend, the good in the good. بعد از سر افتادم یاد باتمنم، راندی این سیویل اسکیپ دیجی بابا نوتوریس بیچ مایک آولی بد بوی مافی. بعضی روزا هم میرفتیم تو نخ جز و کانتری آفریل. چه روزایی گذشت به من تو رخت خواب چمن، وقتی نتونی سر بزنی تخما پوریا. یک دقیقه نگیره امین یک دقیقه نگیر. جا بگو پایان یه بار دیگه بگو به امین میگه من خواهم لای داره و من امین رو باید دوباره بگم. آی ما اهل دروغ گفتم و مخاطب نیستیم، ما همه چیزامون زنده است. چیزامون به بلور خیلی کار راحتیه. بابا به خدا نمیتونم، به بلور نمیشه. بابا من تو خونم کلی سایز بندی کردم میشه، بابا اندازه‌ام گرفتم. بابا نمیتونم، چیزی کوچیک‌تر بود نمیتونم به خدا. آقا نگاه وازلین هم هست دیگه، این سری تموم میشه بعدی. بابا به خدا نمیتونم اینو بکنم تویم. چوبش بعد جفتگیره 4 تا ملخ کسمان. کجا ملخ خورتو گاییده؟ خارش گاییدم. خب رسیدیم به اولین آیتممون. اونجا این مامانت. خب بیا تو کارت، بیا تو کارت. بیا آفرین. خب بچه‌ها رسیدیم به اولین آیتم. بعضی آیتم‌ها دو دوربینه قرار بگیریم، ولی این آیتمیه که یه دوربینه قرار بگیریم. بعد هر کی هم مثلا که
خب قراره از اینا بریم پایین. این اولین آیتممونه. بریم سراغ ویدیو. اولین نفرم من میرم. فیلم بگی خاکوسته. خب بچه‌ها نفر اول منم که خیلی پولی خوایم. چی دارم؟ خودم گنده است. خواهد امروز چون میشه دو کونی را مشاهده میکنید که نور آفتاب اجازه نمیده چهره آنها رو. تا بهشان گفتم کونی، بهشان برخورد، ولی کونی. خب الان میخواد میتی کونی بره و پشبندش من میره. بله من از پایین برو فیلم بگیرم. کونی خواهی اول رفت، اینا هم دوم سوم دارم میرم. بریم. کی داره؟ ما نخواه خود چونیش معرفی کرده خودش دوم میره. نگاه برو پایین. حالا پوری هم پایین از من فیلم بگیر. از این زاویه جدیدم داشته باشیم. آبچون دهنه بفرما بیا ساکرم. آخی بگاه بره چقدر بخندیم. مادر تو این بود از آیتم اول. اگه حال کردی لایک کن بکن. بعد اول وسط ویدیو چک کن. لایک هم نکردی کس خارش. لایک و انگل کن. چی گفتی؟ ویدیو منو لایک کن. پوریام بلاک کن. بده بره. نه نمجانی کن خیلی خواهیم. الان این مونوپول میکنم تو چونش. آه فکر این مونوپاد تو چون منه. باش این فکر این مونوپاد تو چون منه. نه این مونوپاد تو چون منه. بله گو میخوری تو چون من در میاری. خاکش ده نه همیشه خدا برگرد. ای کجا به منو میخوری؟ چه قشنگ آب میخوری. خاک بده. اون کونیه. اون کونیه. اون کونه. بعدا یه ظرف تازه ساختم به اسم ظرف ممخوری. یه بار دیگه از اول بگو. گو میخوره. این تو اکیپ ما ممشو میخوریم. یک گوسه هر کی بخنده گیه. بریم ادامه ویدیو. میرسیم به بخش جدید ویدیوهای من، یعنی کسخلال بین. یعنی این بین ما یه کسخل رو میذاریم تا شما یکم فشار بخورین یا اینکه هیتش بدین. کامنت ها آزاده، میتونین این یارویی که الان من این کسخلی که میذارم و خیلی راحت هیت بدین. بریم تا وقتی که ما برسیم کسخل ببینیم. یه کار کن برو مال من نمیدونن عشق من رپه ولی میگن هیچی نمیشی واسه مال من نمیدونم من با قدرت رپم همه میکنم چپه یه مصوبر این کو میشم میگن تو نمیشی توی تپه از این زندگی فهمیدم به حرف هیچ کس گوش نکن همه نگو رفیقو بهشون پشت نکن. سید کامنت ها آزاده. و حالا هنرنمایی میتی کونی سلطان تک روش باشه. و همینطور تک بزن قرار. بزن داد بزن روش. هنرنمایی کشون. دسته دو چرخ رفت کشونه. شکری سلطان تک. خارکوسته با دسته همین خطرایو خواهی همین خطر همین رو چرخ جرد نده. گوه میخوره. بزنید راحت باشه. کیرتون درد میگیره. دو تا آیتم دیگه همونم اینا هستن. چند تا آیتم دیگه هم داریم. البته که یاد داریم سمت راستیه رو همین سلام بریم. با 2 دوربین قراره بریم. باد چه زیاد شده خارشو گاییدم. این حرومزاده ها دارم بیدسته شونه بیدسته. آره سایتی به من. بابا پوریا با چون جمع. شاکریم. انگوش چرخی. جان انگور چرخی. خندیدی. بچه پوریا کیه؟ یاره کیه بنویس. این کارو جوی بویز میزنم.
پوریا گایز بچه ها گینه پوریا میکندت چون پوری خایه آی پوش میمه مرتفت میچسبه به میره نداریم ما یه میمه مشترک بابا بچه ها خواهرشو گایدم ویدیو امینه اما امین خایه کرده مدرم ویدیو میگیرم اینا همش هم بیخایه ای پوریا جان داداش، من که از اول ویدیو دارم میگم دوربینو بده به من. این حرفا چیه؟ اگه شما بچه ها ندیدید بزنین عقب ویدیو رو ببینید. خب رسیدیم به آیتم کیرا بیا تو قاب امین تو قاب اوف داره با گاردریلای صفا اومه نه آجی تو که خندیدی دیگه تموم شد. راست خواهشو بگیرم خب اوف چرخ خب آیتم دوم توضیح بده. آیتم دوم ما باید تو این خاکی ها بریم پایین و چون خیلی صافه قراره که بگاه بریم، ولی بعدش قراره چرخامون رو پرت کنیم. بله پیشنهاد گوه میخوره چرخامون رو باید پرت نمیکنم من نمیکنم چرخامون رو پرت میکنیم. خواهش داری یه بار دیگه بگو دیگه بگو چی گوه خوردی؟ چی گوه خوردی؟ چی خواهش داری که گوه بخور؟ دو گوهی که خوردم همون گوهی که دیروز خوردی. پوریا دیوس شوخی نداره اینجا، مهدی رو گروگان گرفته داره میگه چی گویی خورده بوده قبلا چی گویی الان داریم نتیجه میگیریم که با پوریا شوخی نکن. آقا ولش کن بدبخت راهنمامونه. اوف گاردریل مال کیه؟ نمیپذیرم آقا، من کجا حولم؟ چیرم داره تو من راهنمایی تو کلام آوردم چیر خورد. خب بریم سراغ آیتم بعدی. خب بچه ها اینا قرار از اینجا بگاه بریم. داشتم میتی چونی میخواد بره پایین. خواهیم بریم بگاه. قراره بریم بگاه. برو پایین خارتو گاییدم. اگه ناراحت میشی خارتو منو گوی. بریم یک دو بکشی کنارا. آجی خیلی بعد خودشو گاییدم. یا حضرت اسلام نوبت آخری یعنی صاحب چنله کیرکسکش امین پرخطر تو کامنت ها جر بدی. امین چونی برو کنار. امین چون نده امین چون نده کون بده امینو بخزره کوش قاره نگریدم. شاکره. اگه دوست دارید کاردوم چیز باتکنک های خیلی خوبی بگیرید به پیج مریم بیوتی سر بزنید. خیلی باتکنک های خوبی داره. دوستان گلم همچین پیجی اصلا وجود نداره. یه وقت فکر نکنیم ما داریم تبلیغ میکنیم داریم کس میگیم مثل همیشه. بچه ها بگردم کیرم دهنه من. خب بزنیم. دوستان گلم خواستم بگم این آیتم دوم 3 تا بخش داره. اولی از بالا به پایین اومدن، دومی از پایین به بالا رفتن که فقط مدی میره، سومی پرت کردن چرخ به پایین. آقا مدی میخواد یه کار خطرناک بکنه که حقیقت من و پوریا خواهش رو نداریم. چرا درست؟ پوری خواهیم برو بالا. مدی میخواد از اینجا خرکستا من چیز ندارم. ببینید من دنده با شرخم خراب ترین شرخه رو من دارم واسه همین نمیتونم برم بالا. آره 3 بار از اینجا قراره بره بالا. از فاصله دور جقی‌تره. از این تازه این دوربین من یکم کوچیک نشون میده. مثلا نگاه جان پوریا رو چی کوچیکه جان دیده نمیشه. حاجی من چرخم میبرم کنار چرخ تو بر کنار میتی چونی میتی کسته است. مهدی بیا. چقی اپننهی برو خرکستا بگردم کیر بگرد کیر من سکشن چرخی. آقا پوریا خواهی نداره چرخش از اون بالا پرت کنه پایین. بعد یه چرخ من بیا اینجا بینم. بیا اینجا را که از انداختن چرخ بگاه رفته. آقا اینجا را که یه ویدیو کوتاه داریم در مورد چرخ بگاه رفتهش. تموم شد. برین حتما ببینید. اصلا نمیتونم ولی
چرخش خرابه نمیندازم، ما میخوایم چرخ سالمون رو بندازیم. بله چرخ ما خرابه میتونم کس خرابتر خوله. بشه پیاده برگردیم خونه. کسخوله آقا ولش. اصلا من کسم خوله، تو که کیرت خوله چی؟ من کیرم خوله یه بدبخت. پوریا گی تو کامنت ها پر کن. پوریا گی تو کامنت ها جر بده. پوریا محمد دوست دوباره میخواد بره بالا. میتی دوباره میخواد بره بالا. چونی این دفعه بیرمزایی ضعیف بود. دفعه قبل اصلا تو حلقه بتشونی. حالا اونو میذاریم انداختن رو عوض کنیم. دم میتی گر میتی رو بگردم کیرم تو چرخ. جوگیر شده کیر میکنه تو چون چرخه. حالا چرخه میخوام بدوزه. بدوز قلب پسته. چون پوستشم میکنه جایی رو بگردم. پوریا چرخ و سلو چرخی میکنه. بله پوریا از فرصت استفاده که و چرخ گویی چرخ نوبت چرخ منه بگاه بره. آب ها رو ساب نکن از جمله این آقا که دارم پوریا داداش چی میخواستی چی شد؟ برو کیف کن. امینه بده با چرخ برو. بچه ها مدی میخواد با چرخ من بره بالا. دوستان میتی کونی با چرخ من. امین حالا ببینم آیا میتونه نمیتونه که بگم حالا یکی رو بخور میتی کونی تونست نه بگو سگیرم بگرم بگورم حالا من میرم چرخ امین رو بکنم. بله بچه ها سر چرخم کیری شد. برو بالا چرخم بنداز. آقا این میتی کونی دیگه نمیرم خواهی بازی در بری. برو بالا چرخم بنداز. ماشالله مهدی، ماشالله مهدی رو گاییدم جون. پونه امین پاره شد چیز مهدی پاره شد. بله چی؟ چی؟ دنده دوه. ای کیری دندش رفت رو یکه. دنده چرخ دنده کیر بوزه‌ای من کس بچه ها مهدی یه بار دیگه ترای دوم مهدی رو گاییدم. ای جان اکوش آسمون من میرم کمکت بخوره میرم کمکت برو پارتو گویدم. یس خب مهدی قرار چرخ منو پرت کنه پایین. پوریا هم که اصلا خایه نداره بی خایه بدبخت. خب بگاهی چرا پرتش نمیکنه پایین؟ ما چرخ سالمو داریم بگاه میدیم. آقا ما داریم واسه شما بیننده همون 10 نفر حداقل لایک و بکوب دیگه دارم چرخم بگاه میدم. قربونتون منو لایک کنین این دوتا رو بلاک کن. اگه تا اونجا هم دیده باشه همیشه رد میکنم جرزت تو کوس. یعنی واقعا من دلم میشکنه موقعی که جغ میزنم. نه موقعی که شما دیگه رد میکنین. بنداز پوریا بگیری یا که چرخ من بگاهی هست بگاه بیشتر بگاه. بگیرش ما گاییدم خب آقا مپ دوم چیست؟ مپ دوم هم رفتیم ما قرار بریم دوربین دوم یعنی گوشی منم بیاریم که دو زاویه این مپ باحال رو بگیریم. یه مپ دیگه یه مپ باحال اون پشت قرار بگیریمش بریم دوربین دوم هم بیاریم. لیتس گو. خب دوستان گلم اگه اون کامیونیه لطف بکنه و از اونجا بره یاره ازش آویزونه پشمو مگه بخندم گیم کسکشا تو کل راه دارن این فوش میذارن. آقا میرن بالای بالا جای خطرناکی نیست ولی خب چون سرعت تونده باله از اون بالا با سرعت میان به سمت پایین. اول میخواد میتیکونیمون بره پایین. پوریا جان از بالا فیلم میگیره و من از پایین آماده برای هر گونه حرکتی در دست کن. ببخشید صدا بده اینجا میکروفون نیاوردیم که قشنگ صدای طبیعت احساس بشه.
آره دیگه خلاص دوربینا، اونم دوربین با کیفیت نیست، همین موبایلت دست. بابا خب آقا میتی شجاع، میتی کونی قراره بره و ما هم پایین این بالا فیلم بردارم، اون برم آقای امین رو میبینه واسه زوم کنم. اوه اونجاست، اون یه کوچولو موچولویه، اون آقا امینه، اونه قراره فیلم برداری کنه. بریم سراغ گویی که قراره این بود. خیلی خوب، مهدی رو افتاد، قراره از سرعتش فیلم بگیرم اینجا. بابا داره میره این قهرمان چی کار میکنه؟ بله بی دسته، ماشاءالله ماشاءالله. بدون دسته داره میره، کسخوله، الان با این سرعت بخوره زمین خارش گایید هست. بابا تریلی هم برای ما بوق میزنه، فکرشو بکنه. رسید و رفت. اوکی حالا نوبت منه که کونم پاره شده. و امینی که داره میاد بالا، نتی رفته اونجا، میتیکونی داره فیلم برداری میکنه، اینجا امین داره میاد بالا باز. قرار من برم پایین فکر کنم، نمیدونم. این امینه بکیرت. امینو بلاک کن، منو ساب کن، لایک کنی ویدیو رو. صاحب ویدیو هم اومد. امین نظرت درباره این چالش چیه؟ چالشی که خودم طراحی کردم خارشی گاییدم. نگاه کنید چه رای خداییش چیمش خیلی زیاده. حالا من خواهی ندارم با دوربین برم، آخه گوشیه دیگه، دوربین بهش کردم فدا سر ولی گوشیه، کل دوربین کل همه چیمون تو همین گوشی هست. الان نوبت اینه که تو بری سید. بله داداش چاکری، اینو بگیر ریموت. بچه‌ها علی یارم خدا نگهدارم، ولی نمیرم. میدونی چرا؟ چون ساینای کونی داره میاد، منم خواهی ندارم با ماشین برم. اگه ماشین بیاد کونم بالا. تو مگه ماشین داری؟ بده همون میتی کونی اون سر فیلم میگیرم. آره میتی کونی اونجاست داره فیلم میگیره. چاکری داره خواهی میبود، داره خواهی. خندید. فوریاگی دوباره تو کامنت ها فراموش نکنیم، فوریاگی. بریم. فقط خواهی میبانی تو کل نامره. برو برو عشقم، میتی کیرته، برو. بریم آماده ای بچه ها؟ حاله چه چوری داره جان ساکر بعد مهدی بیاد بالا دوربینه بگیره من برم، یا خودت بیا. بوری خواهی پوریا یه جمله انگیزشی واسه بچه ها بگو. پوریا یک جمله انگیزشی بگو واسه بچه ها. با صابون جغ نزنید. چیتون میسیز چاکر جدی میفرمایید؟ بله هیچ وقت موقعی که سرعت زیاده ترمز نکنید، چون خور سخت می‌بایید چرا حالا ترمزش میگیره دیگه. حالا نوبت منه که پایین فیلم برداری کنم تا چورتون بزنم و همین قرار بیاد پایین. برو از اون بالا گوشیو بگیر. گوشیو ندازی خاطر. برو الان تو با بری جا امین فیلم برداری کنی، امین بیاد پایین. جان شاشتو برم. چه سری دور شد، سرعت یعنی این سری
کونی و نگاه از کجا در فیلم میاره داره میرسم تو اون سگا قرار بکنن سگا رفتن از شانس کیری یعنی از شانس عالی خواهرشو گاییدم بچه ها یکی باید بالا خواهرشو گاییدم داره شب میشه یکی از این کونی ها باید سریع تصمیم گیریشو بگیره بکنه بله دوستان به لحظه حرکت آبکونی به نام امیر چیز نه اشتباه شد اسمش چی بود؟ کوچیک شو خارتو گاییدم تصمیم گرفتن بله داشتم میتی کونی میاد بالا آقا حالا ما میگیم کونی بله خیلی بچه گل و والی داشتم خب و اونجایی که اون جقی دست باشه رو گوشی من کونت ایشالله دست بذارم اونجا خب داشت مردی الان تو اینو فیلمو میگیری یه فیلم من یانش پولیه گیری آجی باطل شد بخیر نگاه کن فیلم میگیریم همینم پایینش دست اینم بگیرین فیلم با این قطع و بس میشه صدا زیاد کم بچه ها قراره بریم البته الان من نمیرم چرا چون داری یه چیزبایی قراره که کس بکنی مثل یه ترمزام نگاه ناموسم بگاه رفته نامردی اگه ما رو یک لایک و ساب مهمون نکن یک ساکم مهمونش کردین حالی چیری مخاطبای من هست کونی تو یک کونی هستی تو یک کونیه کونی تو یک کونی این مردی یک کونیه خب یک موتور داره میره این موتوره بره من میرم دوتا ای اینجا داره چی میگه امین امین لاشخور امین کسکش اینجا موتوری داریم ما چی میشه امین بیا یک واه این ور ساختمونا رو نکن به به دوباره امین حالا امین خارکوسته امین خواهر نداره ولی ما باش میگیم خارکسته بچه ها امین خیلی خز کیریه حالا امین دست باز بیاد انشالله که به گاه بره بخندی میگم قربونتم مدیون مادر آجم قربونته امین برگرد بیا یه توصیه به بچه ها بکن چاکر اون برا فیلم بردار بیا یه نصیحت به بچه ها بکن کونی داشتم بعدی اگه عقلش بکشه الان دوربین به دست میاد پایین گو خوردی عقلش میکشه ولی از اون طرف داره یه ماشین هم میاد قراره به گاه بره الان به گاه میره فیلم بگیر ازش یو خود بابا لاشی گوشه منو کو میخوره میدی به اون بیا گوشی منو خواره گوشی به چخوره چی؟ هر روز دو گوه میخوری خواره گوشی بیافته به گوه میره دیگه اینی تو خودت سپردی بابا میخواستی قبل شوکی بکنی گوه میخوری و گوشی هم یک پای کونه اقا با قفل کلید
شاکرتی یه تیکاف هم الان میکشه باری کلا ما فکر کردم گوشی میفته ایوان شاکرته یه تیکاف هم الان آگه خطرناکش اصلا به اون شیبه نیست قبول داری؟ به گوشیامون این که گوشیامون تو کیلومون رو میاد این بود از اینکی مپمون چکر بچه ها قرار یه بار با هم دیگه بریم و دیگه این هم آخرین آیتم بود نه زر دادم این آخرین آیتمه این هم آقای میتیکونی ولی خب مثل که لقبش باید تغییر کنه از میتیکونی بیداریمش میتی تخمدان نه میتی تخمی میتی تخمی یعنی تخم زیاد داره من که خواهی دارم میگم که خطره خطر کجایی؟ ای فراموش نشید تو کامنت کس امین لیست تو کامنت ها آقا فقط یه نکته هم از من و پوریا تو کامنت ها شوخی میکنیم خیلی جدی میگیرم این هم حواستون جمع کنیم ما همین الان داریم با هم دیگه میگیم مثلا من میگم کیرم دهنی تو گوه میخوره کونه ولی با هم دیگه رفیقیم بعضی ها تفرقه میخوام بندازن بیار اینو بندازم اومدیم بالا خدافظی بچه ها داریم میریم پایین بریم پایین بیا بودو داریم بریم پایین؟ آره همین من خواهی کردم من چی دستگیر رو گرفتم بردم دوستان از همینجا واسه خداحافظی گفت بردم پراید اومد پایین از همینجا با همتون خداحافظی میکنم مرسی از اینکه با من توی این ویدیو همراه بودید لطفاً لایک و ساب فراموش نشه حتما پوریای عزیزم رو بلاک کنید ای جان خدا رو نگهدار همتون ولی آجی ناموسن من سر این ویدیو یک مونوپال از دست دادم و ترمزای چرخم به فنا رفت که باز خودش کلی خرج داره تنها لطفی که میتونی به من بکنی اینه که ویدیو منو حتما لایک و ساب بکنید یعنی ویدیو رو من ساب میکنه خارش گاییدم ویدیو منو لطفا لایک بکنید و چنل رو ساب دمتون گرم ولی خطر کردم اگه نکنی آقا میتی شب میاد تو خوابتون پوریا گی کامنت آقا کامنت ها رو بتره کنی با پوریا گی اگه دوست دارین مپای مختلف مهدی جون میگه بلده دوست دارین مپای مختلف هم برین حتما به ما بگید تو کامنت ها که ما بریم پارت بعدیش هم میذاریم مگه نه آقا مهدی عشقی دوتا شمارش منم کاج برو falsely accused was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace.